آقا من پرسجو کردم فهمیدم که مسئول این موکب شمایید. از امام حسین چی میخوان؟ شب تاسوعاست. من مسلمون نیستم، من ارمنی هستم. چندین سال پیش من بچه‌ای داشتم که داشت از دستم میرفت. شب تاسوعا بود، پنجره رو وا کردم، دیدم همه میگن ابوالفضل. گفتم ابوالفضل بچه منو شفا بده، من تا آخر عمرم برات خدمت گزاری میکنم. همون شب به صبح نرسیده بچه من خبر دادن که شفا پیدا کرده. من از اون سال هر سال میام اینجا طابوس این عزادارای آقا ابوالفضل میشم. از آقا ابوالفضل میخوام که هر کی هر نیتی داره، هر حاجتی داره، عادت دلشون برسه. اما نوکرتم، قبول باشه.